اگه هنوز اطلاعات کافی راجع به چاکراها نداری و نمیدونی چه قدرت شفابخشی در این چاکراها پنهان شده، پیشنهاد میکنم در ابتدا 2 ویدیویی که بالای صفحه براتون گذاشتم رو ببینید و سپس این مدیتیشن رو با من انجام بدین. توی یک شرایط آروم و راحت قرار بگیر. سعی کن بشینی، کمر صاف و کشیده، شونه ها لخت و تمرکزت رو روی نفسات بذار. چند نفس عمیق بکش. و اجازه بده با هر بار نفس کشیدن یک مقدار از استرس و نگرانی هات رها بشن. احساس کن که یک آرامش عمیق به بدنت وارد میشه. حالا توجهت رو بذار روی فضای اطراف بدنت. بدنت رو احساس کن و از فضای اطرافت آگاه شو. حالا توجهت رو بذار روی اولین مرکز انرژی، یعنی چاکرای ریشه. تصور کن که اطرافش پر از نور قرمز درخشانه. این نور به تو احساس امنیت و استحکام میده. تصور کن با هر بار نفس کشیدن این نور بیشتر و بیشتر میشه و انرژی بیشتری اطراف مرکز اولت رو فرا میگیره. سپس با احساسات والا این مرکز رو تبرک ببخش و بگو من در این جهان امنیت کامل دارم. من در این جهان امنیت کامل دارم. من در این جهان امنیت کامل دارم. سپس انرژیت رو به سمت چاکرای دوم هدایت کن. از فضای اطراف این مرکز آگاه شو. تصور کن یک نور نارنجی گرم در اطراف این مرکزه و با هر بار نفس کشیدن این نور بیشتر و بیشتر میشه. این نور به تو احساس خلاقیت و شادی میده. حالا این مرکز رو با جملات و احساس زیبا تبرک کن. من خلاقیت و شادی را در زندگیم جذب می کنم. من خلاقیت و شادی را در زندگیم جذب می کنم. من خلاقیت و شادی را در زندگیم جذب می کنم. حالا انرژیت رو به سمت چاکرای سوم هدایت کن.
این چاکرا در حفره شکم قرار داره. از فضای اطراف این مرکز آگاه شو. تصور کن یک نور زرد درخشان در این ناحیه است. این نور به تو اعتماد به نفس و قدرت میده. با هر بار نفس کشیدن این نور رو بیشتر و بیشتر کن. این نور به تو اعتماد به نفس و قدرت میده. من قدرت و اعتماد به نفس را در خود دارم. من قدرت و اعتماد به نفس را در خود دارم. من قدرت و اعتماد به نفس را در خود دارم. حالا با یک نفس عمیق انرژیت رو به چاکرای چهارم هدایت کن. این چاکرا چاکرای قلبه. تصورت رو روی قلب و فضای اطراف اون بذار. از وجودش آگاه شو و به ضربان‌های قلبت گوش کن. تصور کن نور سبز ملایمی در اطراف قلبت وجود داره و با هر بار ضربان این نور بیشتر و بیشتر میشه. این نور به تو عشق و محبت رو منتقل میکنه. من عشق را در قلبم تجربه میکنم. من عشق را در قلبم تجربه میکنم. من عشق را در قلبم تجربه میکنم. حالا با یک نفس عمیق انرژیت رو به چاکرای پنجم منتقل کن. این چاکرا چاکرای گلوست. تصورت رو روی فضای اطراف گلو بذار و از وجودش آگاه شو. تصور کن نور آبی درخشانی در این ناحیه وجود داره و با هر بار نفس عمیق این نور بیشتر میشه. این نور به تو قدرت بیان و ارتباط میده. صدای من ارزشمند است. صدای من ارزشمند است. صدای من ارزشمند است. حالا با چند نفس عمیق انرژیت رو به چاکرای ششم منتقل کن. چاکرای ششم چاکرای پیشانی یا چشم سومه.
به فضای بین دو ابرو و وسط پیشانیت توجه کن. یک نور بنفشه درخشان رو در این نقطه تصور کن. نور بنفشه درخشانی رو تصور کن که در این ناحیه وجود داره. این نور به تو بصیرت و درک عمیق میده. من درک عمیق و بصیرت را در زندگیم جذب می کنم. من درک عمیق و بصیرت را در زندگیم جذب می کنم. من درک عمیق و بصیرت را در زندگیم جذب می کنم. اجازه بده این نور بنفش بهت آرامش و حکمت ببخشه. حالا با چند نفس عمیق انرژیت رو به بالای سرت منتقل کن، یعنی چاکرای تاجی. تصور کن نور سفید و درخشانی از بالای سرت به سمتت میاد. این مرکز رو با سپاسگزاری یا قدردانی تبرک ببخش، زیرا شکرگزاری آخرین وضعیت دریافته. این مرکز شروع به باز کردن درهای اطلاعات عمیق از میدان کوانتومی میکنه. اکنون تمرکزت رو باز کن و توجهت رو به میدان الکترومغناطیسی که اطراف بدنت رو احاطه کرده معطوف کن و میدان جدیدی از انرژی رو ایجاد کن. همونطور که بدن شما از میدان جدید انرژی الکترومغناطیسی استفاده میکنه، شما بیشتر به نور و انرژی تبدیل میشید و از ماده بودن فاصله میگیرید و فرکانس بدنتون رو بالا میبرید. این نکته رو آویزه گوشتون کنید. اگر میخواید نامحدود رو خلق کنید، باید احساس نامحدود داشته باشید. اگر قصد دارید به شکلی با شکوه بهبود پیدا کنید، باید احساس با شکوهی داشته باشید. احساسات والا را درون خود احساس کنید و آن را در طول مراقبه حفظ کنید. حالا چشمانتون رو باز کنید و برای دقایقی دراز بکشید. آرام باشید، تسلیم شوید و اجازه دهید سیستم عصبی خودمختار شما دستوراتش رو از میدان کوانتوم دریافت کنه و تمام این اطلاعات رو در بدن شما یک پارچه کنه. دوست من،
اگر از این مراقبه لذت بردی، پیشنهاد میکنم مراقبه‌ای که بالای صفحه برات گذاشتم رو هم امتحان کنی تا بدنت رو به آرامش بیشتری برسونی.